سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدین به جلسه سوم از دوره صدا سازی. امروز میخوایم با هم دیگه درباره تنفس صحبت بکنیم، اما نه مثل بقیه. ابتدا میخوام از این شروع کنم. آیا ما میدانیم چطور تنفس میکنیم؟ آیا ما میدونیم فرایند تنفس ما چطور داره اتفاق میفته؟ چند نفر از شما این رو میدونید؟ خیلی از ما نمیدونیم زمانی که داریم نفس میکشیم این دم و بازدمه چطور داره اتفاق میفته. اما ابتدا میخوام بهت یاد بدم که فرایند تنفس چگونه هست. ما شروع میکنیم به دم گرفتن. این هوا توسط دمی که ما میگیریم به صورت مکش وارد ریه های ما میشه. یک عضله‌ای قرار داره در میانه بالاتنه ما، پایین تر از قفسه سینه، که بهش میگیم دیافراگم. این عضله به صورت هشتی شکل هست. این عضله یه خاصیت داره، میتونه حدوداً تخت بشه و میتونه باز هشتی شکل بشه. میتونه بین 10 تا 12 سانتی متر جا به جا بشه. زمانی که ما دم میگیریم ریه های ما پر از هوا میشن و این فشار به دیافراگم وارد میشه و از حالت هشتی شکل به حالت تخت در میاد. حدوداً نیمه تخت بهتون بگم. و زمانی که به حالت تخت در میاد میبینید که داره چی میشه؟ گسترده تر میشه. یک فشاری رو به پهلوهای ما، به ناحیه جلویی بدنمون و عقب بدن ما وارد میکنه. به اصطلاح میگیم یک کمربندی دور بدن ما هست که یک فشاری رو به اون داره وارد میکنه که بهتون خواهم گفت این کمربند چیه. پس ما دم میگیریم، هوا وارد ریه هامون میشه، این از حالت هشتی شکل به حالت تخت در میاد و اما چون حالت ارتجاعی داره میخواد به حالت اولیه خودش برگرده، میاد و از حالت تخت شکل باز به حالت هشتی برمیگرده، فشاری رو وارد میکنه به ریه های ما و ریه های ما خالی میشن و عمل بازدم اتفاق میفته. پس فرایند تنفس اینطوری هست. دم میگیریم، هوا وارد ریه های ما میشه، دیافراگم از حالت هشتی شکل به حالت تخت در میاد، هوا کاملا ریه های ما رو پوشش میده و بعد دیافراگم به سمت بالا میاد تا حالت اولی خودش رو پیدا کنه و هوا خارج میشه و عمل بازدم اتفاق میفته. حالا میخوام به این بپردازم که چه نوع تنفسی درسته. تنفسی که متاسفانه در کشور ما خیلی باب شده و مدرسان موسیقی و بیان دارن تدریسش میکنن تنفس شکمی هست. اما خیلی جالبه که من در کتاب CVT داشتم میخوندم که میگفت این عمل دم و بازدم داره ریه های ما رو تحت تأثیر قرار میده. یعنی دیافراگم ما از همین جایی که هست حد اکثر 10-12 سانتی متر میاد پایین. پس چرا باید دور ناف و دور شکم رو باد بکنم برای اینکه نفس بکشم و تنفس کنم؟ اصلاً هوا در ریه های ما متراکم میشه، چه ربطی داره به شکم ما؟ حتی این فشاری که به شکم ما و به عضلات شکم ما وارد میشه اونقدر زیاد نیست، اونقدر قابل توجه نیست که من بگم باید این شکم مثل یک بادکنک یا توپ باد بشه. میزانی که خودش داره باد میشه که خیلی کم هست طبیعیه، اما اگر شما شروع بکنید و دور نافتون رو به صورت خودآگاه خیلی باد بکنید باعث میشه که عضلاتی در شما قوی بشه و تقویت بشه که این عضلات خراب کننده صدا هستن. در جلسه بعد بهتون خواهم گفت که اون عضله رو چطور پیدا کنید. اما یک عضله قرار داره حدوداً در
یک وجبی ناف ما، بین ناحیه شرمگاهی و شکم ما. اون جایی که میگیم به اصطلاح بالاتنه و پایین تنه ما از هم دیگه جدا شده. وقتی دست بذاریم روش و شروع کنیم به سرفه کردن میبینیم که اون عضله به سمت بیرون میاد. اگر ما دور نافمون رو باد بکنیم باعث میشیم عضله‌ای فعال بشه که در هنگام سرفه کردن فعال میشه و انگار حرف زدن ما مثل سرفه کردن میشه. یعنی من دارم صحبت میکنم اما فشاری که دارم به تارهای صوتیم وارد میکنم اونطوری هست که انگار دارم سرفه میکنم و حرف زدن من مثل سرفه کردن میشه، که اتفاقا من این رو در کتاب صدا و اختلالات آن خوندم و به نتیجه رسیدم که واو، این چقدر این عضله مهمه و اگر فعال بشه چقدر میتونه صدای من رو مورد هدف قرار بده و باعث بشه که تارهای صوتی من که گفته بودم باید به حالت زیپ و کلوژر در بیان دیگه اون اتفاق براشون نیفته و همیشه اینا باز میمونن و یک هوای بی‌رویه‌ای خارج میشه و اون هوا که خارج میشه باعث میشه که تمامی هوایی که من باید تبدیل به صوت بکنم اتفاق نیفته و هوای بی‌رویه خارج میشه و صدای من یه صدای هوادار میشه که همین هوادار کم کم باز میشه که تارهای صوتی روند درست خودش رو نداشته باشه. و اما چه تنفسی درست هست؟ من بهتون گفتم کمربندی دارم، دقت بکنید. اگر این ناحیه رو در نظر بگیرم میتونیم با سرفه بکنیم ببینیم این شکم زد بالا، اینم زد بالا. این قسمت اگر شروع بکنیم و دنده هامون رو ادامه بدیم تا بیایم روی پهلوهامون، آخرین دنده هایی که در کناره بدن ما قرار داره و این رو به صورت یک کمربند دور بدنمون تا پشت فیله های کمرمون بکشیم، به این قسمت که تحت تأثیر تخت شدن دیافراگم قرار میگیره میگیم ساپورت تنفسی. ما وظیفمون این هست اون عضله شکم رو از بین ببریم، حرکتش رو کم بکنیم و ساپورت تنفسیمون رو تقویت بکنیم، چون وقتی دیافراگم تخت میشه روی شکم ما تأثیر نمیذاره اونقدر را، بیشتر روی کجا باید تأثیر بگذاره؟ ساپورت تنفسی. یعنی من باید این فضای ساپورت تنفسی کناره های بدنم، پهلوهام رو بهش بدم به جای اینکه شکمم رو باد بکنم. حالا میخوام یه اصطلاحی رو بهتون بگم که وقتی این عضله شکم کار میکنه و حالت سرفه کردن داره به ما میده، داره چی کار میکنه با تارهای صوتی ما؟ اصطلاحی که وجود داره در زمانی که حالت سرفه کردن ما داریم صحبت میکنیم میگیم اتک. اتک به چه معناست؟ یعنی هوا به یک باره به صورت حجیم میخواد خارج بشه. مثلا من دارم حرف میزنم و بگم سلام، حالت چطوره؟ خوبی؟ سلامتی؟ چه خبر؟ این هوایی که داره به صورت متراکم خارج میشه رو بهش میگن اتک. ما باید جلوی این اتک ها رو بگیریم، چون این اتک ها ضربه وارد میکنه به تارهای صوتیمون و باعث میشه که اون فرایند درست کلوژر شدن یا زیپ شدن تارهای صوتی ما اتفاق نیفته. اما در جلسه بعدی تمریناتی رو بهتون میگم که برای از بین بردن اون عضله بسیار منحوس هست و به ما کمک میکنه که ساپورت تنفسیمون رو هم تقویت بکنیم. پس جلسه بعدی با تمرین ها همراه باشید. خوشحالم که در خدمتتون هستم. همیشه حس میکنم که کنارتونم و امیدوارم که شما هم این حس رو داشته باشید. حتما به همدیگه کمک میکنیم تا یک صدای بهتر، رساتر و خوشگلتر داشته باشیم. مراقب خودتون باشین. فعلا خدا نگهدار.